قریب که 70-80% زمین‌های گوییم سنگلاخ است. سنگلاخ آبیاری قطرگی از چاه‌های عمودی. ما همین زمین‌ها رو در خاطر دارم سال‌های 96-97 همینجا همه زردآلو همه حسابی کار نکردم خوش شده رفتگی بود. من در یک مهلت کوتاه عملی با مقصد عملی گردانی دستور سپارشی سرور دولت اسم معظم ملت همین منطقه همه سبزار شد. دوباره برقرار کردن باغ و تاکزارها در همینجا. من نگاه کنید انگور طایفی چقدر حاصل خوب داده است. یا دیگر انگورها عالم انگورها نام دارد این باغ 100 نوع انگور شنوندن. ما هفته گذشته در ناحیه روده که چنان یک سمینار گذراندیم با مقصدی از نو برقرار کردن نوع جوسی ناحیه روده که جوس انگور جوس هر یک منطقه با خودش خاص انگور یا این یا آن درخت رو دارد. ببینید یا که انگوری اواتر من آوردیم که چخل کشمش مویزی خوش رو داده است حاصل خوب. همین سال بسیار انگور همین خواجگی برده در بازار شهر آستانه جمهوری قزاقستان با فروش برآوردند. زیاده 100 تن از همینجا بار کرده به شهر آستانه قزاقستان بردند. ببینید یک زمین سنگلاخ چون این زمین ها ما میلیون ها گکتار داره اگر کاربری کنیم با یک تروبه 75 دیامتر 75 از یک چای عمودی 20 گکتار همینجا 20 گکتار از آن جمله 3 گکتار باغ بادام است باقی موندهش انگور باغ است آبیاری کرده ساختن با یک چای عمودی. من همین کس من با راهبری همین خواجگی هستم. من از جهت اقتصادی من خودشون حساب کتاب کنم مشکل بدم من محرم هستم. من خیلی شما گفتید همیشه یکان جایی شنم. تشکر زیاد. شما